رفتیم رو برجون رفتیم. از همین روز اعتبارا جای کاری تو انا در همین جا در کارخانه شخصی خودم تو با اتاق کاریت شناس شو من حاضر میگویم. هزار رحمت اکا جان. سلامت باش. هزار رحمت. آمال باشه. شکر کردن در کار هزاران بار شکر. صاحب وظیفه هم شده. صاحب ماشین شخص پیدا شد که من این سگیره را دستگیری کرد. هزاران بار شکر. ولی پدرم در چه حال شد؟ مرحمت داروی. السلام علیکم. و علیکم السلام. پدر جان اجازه است؟ اجازه مرحمت. رئیس جان لبه سلامتی است؟ باش شما نه؟ رحمت. کارها چیه؟ تشکر از شما حسین رئیس جان. سلامت باشه مولاد. رئیس جان لبه من از شما بنیباید میندار. آمال باشه. امروز خدا با شکر با دستگیری شما صاحب وظیفه، صاحب ماشین، صاحب خانه و در تشکر زیاد. سلامت. من از شما از زمین تا آسمان میندار رئیس جان. آمال باشه. ولی یک خواهش دیگر. چی خواهش باشد؟ مرا فردا یک روزه جواب میدادید رئیس جان. برای چی؟ چون که مدت 4 سال شده است که رئیس جان من به سراغ پدرم نرفتم. میخواهم به سراغ پدرم روم. پدر گفتی؟ بله. آفرین. هر یک شخص در حیات خطایی میکند. چون که شاعر بزرگ فرموده است عزیزی دیده و جانم پدر جان با کار نیک رحمانم پدر جان مرا ای قبلگاهم تا تو هستی طواف خانه کعبه چی در کن. حتما به زیارت پدر میروی و سلام ما را نیز میرسونی. خب رئیس جان روی صفحه حتما میرسم. بابا باشه سلام ما رو رسونه. بله هزار. زنک وای زنک وای زنک اما چای کشید. ها چی میگی؟ چی دو پسه داری؟ اینه چای گفتگی. زنک ها اوقات نیست. اوقات در خانه نه کچکه داری نه پیاز داری نه روغن داری با اوقات میگی. ای کجا اوقاتت کنم؟ احساس جوانی به قد زن یکم نرسیدم. خدا السلام علیکم.